و این چنین از جمله چنینش خیلی که به خالد ابن ولید صحابی بزرگوار رضی الله عنه سرلشکر قائد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که یک قلعه را محاصره کردند، اهل قلعه در داخل قلعه هستند و در بالای قلعه هستند، اینها از 4 طرف آمده قلعه را احاطه کردند. چند روز منتظر شدن، تسلیم نمیشد. حضرت خالد رضی الله عنه میگفتند که تسلیم شوید. آنها گفتند که به یک شرط، اگر همین دینی که تو ما رو دعوت میکنی دین حق باشد، اللهی که تو ما رو به سوی او دعوت میکند اگر الهی حق باشد، انا همین چیز بخور، اگر زنده ماندیم ما میفرویم و تسلیم میشیم. گفتن زهر دادن. حضرت خالد ابن ولید زهر گرفتن و بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم خوردن، هیچی نشدن غیر از اینکه کمتر عرق کردن. به نام اللهی که به نام او نه در آسمان و نه در زمین چیز ضرر نمیرساند. گفتند و زهر خوردن. اگر این کار برای دیگر مسلمانان جایز نیست، میخورد میمورد، لیکن اون ایمانی که آنها داشتن، بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که اگر یکی شما مانند کوه احد طلا صدقه کنید به نصف کف صحابه ها برابر نمیشد. برای چی؟ برای اینکه آنها ایمان دارند، باوری به الله تعالی دارند که وای ایمان اون عملهایی که صحابه ها اجرا میکنند. بنابراین خیلی که ابوبکر ابن عیاش میگوید که ما سبقنا ابوبکر بکثیر صلات ولا صیام ولكن بشیء وقر فی قلبه. ابوبکر صدیق ما رو با بسیار نماز خواندن و با بسیار روزه داشتن پیش نگذشت. رقم اولی مسلمان ها برای چی شد؟ بسیار نماز میخواد؟ نه. بسیار روزه میداشت؟ نه. خطار مردم نماز و روزه میداشت. ولكن بشیء وقر فی قلبه، لیکن به یک چیزی که در دلش بود، یعنی ایمان. ببینید ایمان خالده وقتی که زهر پیشنهاد کرد شبهه نکردن یا برای من مهلت من فکر کنم نگفتن یا یگان صحابه های عالم مشورت نکردن. همین زهر خور اگر زنده که ماندیم ما قصر میکشیم میبریم، یعنی تسلیم میشیم. گفتن که به یگان شک و شبهه و منتظری زهر گرفتن و خوردن، هیچی نشدن. این از کرامات اولیاء.